از حاشیه‌های لنزی که با یک کاتر همینقدر ساده کنده میشه تا قلم بی مصرفی که نه تنها بلوتوثش حذف شده همینقدر راحت میشکنه. S25 اولترا پرچمدارا یه پس رفته پردازنده شده اسنپدراگون 8 الیت، به شدت قدرتمنده ولی اصلا پایدار نیست. تو بازی‌های سنگین داغ میکنه و افت عمل کرد داره. باتریش یه خیلی کم به نسبت نسل قبلی شارژش بیشتر شده ولی همچنان توی پرچمدارا حرفی برای گفتن نداره. قابلیت‌های AIش یه خیلیه، کاربردی و غیر کاربردی. رابط کاربریش فوق السریه ولی همشون با یه آپدیت میاد روی نسل قبلی. دوربینش 5%، نهایت 10% به نسبت نسل قبلیش بهتر شده که اونم تغییر سخت افزاری نیست. طراحیش تخت شده، گوشه‌هاش نرم شده، خوش دستره ولی دیگه امضای پرچمدارای سامسونگ رو نداره. البته از حق نگذریم، سامسونگ 2-3 سالیه به پختگی رسیده. دقیقاً مثل اپل دیگه نمیشه ازش انتظار تغییرات عجیب و غریب داشت و بازم دقیقاً مثل آیفون این گوشی هم به نسبت نسل قبلیش ارزش خرید بالایی نداره. مرسی از GSM که فرستادش واسه بررسی. الان میتونید از GSM Pay اعتبار بگیرید، از خود سایت GSM هر گوشی که میخواید رو بخرید. ویدیو بررسی کامل این هم حتما تو یوتیوب و سایت موبو ببینید. به نظرتون این گوشی پس رفته؟